بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان محترم شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم در برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی در قسمت 51 این برنامه. در قسمت های گذشته این برنامه شروع کرده بودیم به باب احکام نماز، ابواب احکام نماز، و در احکام نماز بابی به نام صفت نماز یا چگونگی نماز که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی اجمالا و تفصیلا چگونگی خواندن نماز را که از تکبیر تحریم شروع می شود و با گفتن السلام علیکم خاتمه بیابد، این افعال و کردار و اقوالی که در نماز انجام می یابد، ارکان و شروط و واجبات و سنن، همه را در احادیث متعددی به ما بیان کردند. و در قسمت های گذشته شروع کرده بودیم با احادیثی که در مورد تکبیر تحریم آمده، چگونگی تکبیر تحریم و چگونگی بلند کردن دستها در وقت تکبیر تحریم و چگونگی بستن دستها در بالای سینه یا در زیر سینه و یا در بالای ناف و در زیر ناف، و همچنین خواندن دعای استفتاح و خواندن اعوذ بالله و بسم الله و همچنین خواندن سوره فاتحه. و این مطالب را در درس‌های گذشته، در قسمت‌های گذشته این برنامه در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض و بیان کردم. و این قسمتی از برنامه ما هم ادامه امو مطلب سابق است و در این قسمت هم در مورد اینکه انسان بعد از اینکه نمازگزار سوره فاتحه را میخواند و همچنین سوره دیگری را یا چند آیت دیگری را ضمیمه از او میکند و باید چه نوع آیات، چقدر از آیات قرآن کریم یا چه نوع سوره های از قرآن کریم را در کدام نمازها ضمیمه کند، این مطلب را و مطالب دیگری را در روشنی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این قسمتی از برنامه خدمت شما عرض و بیان میکنم. علمای قرائات سوره های قرآن کریم را به 4 قسم تقسیم کردند. یکی را به نام سوره های طوال یا السبع طوال نامیدند که شامل 7 سوره است که درازترین سوره های قرآن کریم است که از سوره بقره شروع میشد تا به سوره توبه 7 سوره است و این سوره ها را به نام طوال یا السبع طوال یاد میکنند. و قسم دومش به نام المئن که شروع میشه از سوره یونس که بعد سوره توبه است و تا به سوره حجرات، و در این سوره هایی که از آیاتشان از 100 به بالا بوده باشد او را به نام مئن یاد میکنند. و قسم سوم به نام المثانی و این هم شامل همین سورت هاست از سوره یونس تا سوره حجرات، لیکن شامل سورت های می شود که آیاتشان از 100 آیت کمتر بوده باشد. و قسم چهارم به نام مفصل تقسیم بندی کردن و اون از سوره حجرات شروع می شود تا سوره ناس تا آخر قرآن کریم، و این قسم را به 3 قسم تقسیم کردن که به نام طوال مفصل و وسط مفصل و قصار مفصل. و طوال مفصل را گفتن که از سوره حجرات تا به سوره، بعضی علما سوره تبارک گفتند و بعضی ها تا سوره عمه و بعضی ها تا به سوره تکویر، اقوال متعددی است. و وسط مفصل از او به بعد شروع می شود یا سوره تبارک و یا سوره عمه شروع می شود تا به سوره والضحی و بعضی علما تا به سوره تکویر گفتند. و قصار مفصل بعد از او شروع می شود از سوره تکویر و یا سوره الضحی تا به سوره الناس. و بنا به احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده، عادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این بوده که سورت های مفصل را که شامل طوال مفصل و قصار مفصل و وسط مفصل است در غالبا در نمازهای پنجگانه می خواندند و به شکل تقسیم بندی کرده بودند که در نماز فجر و در نماز ظهر، نماز پیشین
استفاده بیشتر از طوال مفصل میکردن، یعنی از سورت هایی که از حجرات شروع میشه تا به تبارک و بنا به قول بعض علما تا سوره عما یتساءلون. و اما در نماز عصر و در نماز مغرب بیشتر استفاده از وسط مفصل میکردن که از سوره عما شروع می شود یا سوره تبارک تا به سوره تکویر یا تا به سوره الضحی. و در نمازهای مغرب بیشتر استفاده از سورت های قصار مفصل میکردن که از سوره الضحی تا به سوره الناس است. و حکمت هم در این از این بوده که چون وقت نماز فجر وقت خواب مردم هاست که شب خواب میشوند و بر نماز فجر وقتی که میخیزند باید دراز خوانده شود نماز فجر تا که مردم بتوانند که وضو کنند و نماز فجر را درک کنند. و همچنین نماز ظهر هم وقت خواب قیلوله مردم است، خوابی که در طرف روز مردم خواب میشوند و بتوانند که مردم نماز ظهر را درک کنند. لذا در این دو نماز از طوال مفصل از سورت های دراز استفاده میکردند و آیات های بیشتری میخواندند تا که مردم بتوانند که نماز را درک کنند. و اما نماز عصر و نماز عشاء در این دو نماز از وسط مفصل استفاده میکردند، به خاطر از اینکه وقت نماز عصر چون وقت کاری مردم است و از او لذا او تخفیف میکردند. و همچنین وقت نماز عشاء چون وقت خواب مردم است، وقتی که بعد از این مردم میخوابند لذا او هم تخفیف میکردند. اما در نماز مغرب بیشتر تخفیف میکردن، از سورت های قصار مفصل استفاده میکردن، به خاطر که اول اینکه وقت مغرب وقت ضیق و تنگ است تا که وقت مغرب از وقت خود بیرون نشود. و همچنین به خاطر اینکه مردم بعد از نماز مغرب غالبا نان شب خود را یا نان شام خود را میخورند و به خاطر که وقت نان شب یا شام از اونها تأخیر نشود در این نماز بیشتر از قصار مفصل از سورت های کوتاه استفاده میکردند. و این مطلب در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روایت شده است. از جمله حدیث است که امام احمد و امام نسائی را از تابعی جلیل القدر سلیمان بن یسار روایت میکند که سلیمان بن یسار یکی از تابعین بود که در مدینه منوره میزیست و یکی از فقهای سبعه مدینه منوره بود که مدینه منوره با هفت فقیه مشهور بودند که یکی از آنها سلیمان بن یسار بود و ایشان مولا یا غلام آزاد کرده ام المؤمنین حضرت میمونه بودند و در فقه و تقوا و حجت بودن خود ضرب المثل بودند، از جمله علمای با تقوا و علمای با عمل و علمای فقیه و علمای مجتهد بودند. ایشان روایت میکنند که کان فلان، از ایشان روایت شده که گفتند کان فلان یطیل الاولین فی الظهر والعصر، یک شخصی فلانی شخص در نماز عصر و در نماز ظهر 2 رکعت را طولانی میخواند. و در مورد این شخص در بعضی از روایت ها در جمله در شرح سنت بغوی آمده که مراد از او امیری بود در مدینه به نام عمرو بن سلمه که نخواست نام از او را بگیره، لذا به نام فلان یاد کرد. و بعضی ها میگویند که امیری بود در مدینه که مروان بن حکم بود و نخواست نام از او را بگیره، لذا به نام فلان یاد کرد از او. و این شخص در نماز ظهر و در نماز عصر در 2 رکعت اولی از او طولانی میخواند. و یقرأ فی المغرب بقصار المفصل، و در نماز مغرب از سوره های قصار مفصل که از سوره الضحی شروع میشه تا سوره ناس از اینها استفاده میکرد، از اینها میخواند، البته بعد از خواندن سوره فاتحه. و فی العشاء بوسطه، و در نماز عشاء از وسط مفصل که از سوره تبارک شروع میشه تا به سوره تکویر یا به سوره الضحی از اینها استفاده میکرد، غالبا از اینها میخواند. و فی الصبح بطواله، و در نماز صبح با طوالی از سوره های طوالی مفصل که از سوره حجرات شروع میشه تا به سوره تبارک یا تا به سوره عما از اینها میخواند. فقال ابو هريره رضی الله عنه ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلی الله علیه وسلم من هذا. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمودند که ما پشت سر عقیب هیچ کسی که مشابه ترین نماز با رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده باشه از این شخص کار نخواندم. شخصی که نماز میخواند، امیر مدینه است، نماز میخواند، به گونه نماز میخواند که نمازش خیلی مشابه با نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنان در نماز مغرب از قصار مفصل استفاده میکردند و در نماز عشاء از وسط مفصل و در نماز صبح از طوال مفصل و همچنین در 2 رکعت
اولی پیشین نماز ظهر و نماز عصر را طولانی می گرفتند. و این حدیث و احادیث دیگری هم در کتب سنن و در کتب صحاح آمده دلالت بر این می‌کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم به طور اغلب امین صورت ها را در نماز می‌خواندند، لیکن این یک قاعده کلی نبود، یعنی همیشه نمی‌خواندند. و روایت های دیگری آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم احیانا در نماز صبح حتی از قصار مفصل استفاده کردند، از صورت های کوتاه، و همچنین در نماز عصر یا در نماز پیشین از طوال مفصل، از صورت های دراز هم استفاده کردند. از جمله حدیث متفق علیه است، حدیثی که امام مسلم و امام بخاری روایت میکند از صحابی جلیل القدر جبیر بن مطعم رضی الله عنه که ایشان فرمودند سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرأ فی المغرب بالطور، که ما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که در نماز مغرب سوره طور را میخوانند که از جمله سورت های دراز است، یا از جمله طوال است، طوال مفصل است، سورت های دراز است. و همچنین روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نمازهای مغرب با الف لام صاد را میخواندند و همچنین صافات را و همچنین سوره دخان، سورت هایی که در جمله طوال می آید، اینها هم روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینها را در مغرب میخواندند. یعنی قاعده کلی نیست که در نماز مغرب باید قصار خوانده شود، اگر خوانده شود کار خوبی هست، و اگر شخصی هم از طوال مفصل بخواند از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است، هیچ اشکالی ندارد. و همچنین روایتی آمده در امام مسلم صحیح مسلم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز عشاء قصار مفصل را خواندند، و همچنین وقتی که مردم از معاذ بن جبل شکایت کردند که نماز را طولانی میکند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ایشان نماز عشاء را طولانی میکند، فرمودند که در نماز عشاء از قصار مفصل بخواند تا که مردم خسته نشوند. و همچنین روایت های دیگری در روایت در امام ابو داود سنن ابو داود روایت شده که راوی که یک شخصی یک صحابی از قبیله جهینه بود میفرماید که سمع النبی صلی الله علیه و سلم یقرأ فی الصبح اذا زلزلت الارض فی الركعتين كلاهما، که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدند که در هر دو رکعت نماز فجر ایشان سوره اذا زلزلت را خواندند، هم در رکعت اول سوره اذا زلزلت را خواندند که جمله سوره های قصار است، قصار مفصل است، و هم در رکعت دوم. راوی فرمودند که فلا ادری انسی النبی صلی الله علیه و سلم ام قرأ ذلك عمدا، که این کار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمیدانم که از روی قصد عمدن بود و یا از روی نسیان بود که در هر دو رکعت یک سوره را خواندند. و علما فرمودند که این کار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، علمای حدیث قولشان این است که این کار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از روی سهو نبوده بلکه از روی عمدن و قصدن بوده، تا که به مردم بفهماند که این کار جواز دارد. اگر شخصی در یک رکعت یک سوره را در هر دو رکعت میخواند هیچ اشکالی ندارد. و همچنین امام مسلم روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز ظهر سبح اسم را خواندند که از جمله بنا به قول بعض علما قصار مفصل است و بنا به قول بعض علما از جمله وسط مفصل است. و همچنین در نماز ظهر و اللیل و العصر اینها هم روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواندند. پس خلاصه کلام این است که اگر شخصی در نمازهای مغرب از قصار مفصل استفاده کند و در نمازهای ظهر و فجر از طوال مفصل و در نمازهای عشاء و عصر از وسط مفصل، این کار خوبی است. و اما قاعده کلی نیست، میتوند که از هر جای قرآن کریم در هر نمازی که خواسته باشد به هر اندازه‌ای که خواسته باشد بخواند. و روایت دیگری هم آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دو رکعت اول را طولانی‌تر یا رکعت اول را طولانی‌تر از رکعت دوم می‌خواندند و همچنین دو رکعت اول را طولانی از دو رکعت دوم می‌خواندند. از جمله حدیث است که ابو سعید خدری از امام مسلم از ابو سعید خدری روایت می‌کند که ما كنا نحرز قیام رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الظهر والعصر، ما قیام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در نماز ظهر و عصر تخمین می‌کردیم. فحرزنا قیامه فی الرکعتین اولین من الظهر قدر الف لام من تنزیل السجده، ما اندازه قرائت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در دو رکعت اول ظهر به اندازه سوره الف لام تنزیل سوره سجده اندازه کردیم و در دو رکعت دوم به اندازه نصفی از او و در دو رکعت اول نماز عصر به اندازه دو رکعت دوم نماز ظهر و در دو رکعت دوم نماز عصر خفیفتر یا کمتر یا نصفی از او. و همچنین روایت دیگری امام مسلم و امام نسائی از ابی سعید خدری روایت میکند که ایشان فرمودند کان صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته، نماز ظهر اقامت گفته میشد
یکی از ما میرفت طرف بقیه قضای حاجت خود را میکرد، باز دوباره به اهل خود برمیگشت و وضو میکرد، باز میآمد به مسجد نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و نماز ظهر را در رکعت اول درک میکرد. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رکعت اول نماز ظهر را طولانی میخواندند و همچنین روایت دیگری هم در این مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده. پس سنت این است که رکعت اول نماز طولانی خوانده شود و رکعت دوم خفیفتر، تا بهتر است که تا که بتوانند که مردمایی که وضو نگرفتن وضو بگیرن و مردمایی که خواب هستند بیدار شوند و بتوانند که حد اکثر مردم در نماز جماعت شریک شود. و بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه خدمت شما هستم با ادامه این مطلب در روشنی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. با ما باشید. فيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونجم. هلما فسر في ركاب الهدى عيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که خشم خود را فرو برد در حالی که میتواند آن را عملی کند، روز قیامت الله متعال او را در جمع مردم فرا میخواند تا از هر حور بهشتی که میخواهد برای خیش برگزیند. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفو طريقا به الصالحون مضوا للرشاد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام و خسته نباشید جدید خدمت شما دوستان عزیز هستم. در قسمت اولی برنامه خدمت شما عرض کردم که احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت کننده این است که باید اندازه‌ای که در نماز چقدر خوانده شود، که در نمازهای مغرب که از کدام سوره ها استفاده شود و در نمازهای عشا و عصر از کدام سورت ها و همچنین در نمازهای صبح و ظهر از کدام سورت ها استفاده شود و این را در روشنای احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما تقدیم کردم. و مسئله دیگر این است که تعیین سوره در نماز درست نیست، به این معنا که شخصی نمیتواند، شخصی نمازگزار که یک سوره یا دو سوره را معین کند که همیشه در یک نماز امو سوره را بخواند. مثلا شخصی همیشه در نماز صبح سوره عما یتساءلون را در هر دو رکعت بخواند و هیچ وقت دیگه سوره را نخواند، همیشه یک سوره را بخواند، این درست کاری درست نیست، بلکه باید از هر جای قرآن کریم بخواند. یا شخصی مثلا در نماز مغرب همیشه معوذتین را بخواند و سوره دیگری را نخواند، یک سوره را در یک نماز تعیین کند، این تعیین درست نیست. اما این از این کار در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نهی آمده. اما احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بعضی از نمازها بعضی سورت ها را به طور مداوم و اغلب می‌خواندند. لذا شخصی اقتدا به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در امون نمازها امون سورت ها را اگر بخواند این سنت است و کار خوبی است. از جمله در نماز فجر، در دو رکعت فرض نماز فجر از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده که به طور مداوم سوره الف لام سجده را، سوره سجده را در رکعت اول و سوره هل اتی علی الانسان، سوره انسان را در رکعت دوم می‌خواندند. این مطلب را در حدیث متفق علیه حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند
که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعة الف لام میم تنزیل السجده و هل اتی علی الانسان، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در 2 رکعت نماز فجر، در 2 رکعت فرض نماز فجر، در فجر روز جمعه، در رکعت اول سوره الف لام تنزیل که به نام سوره سجده است اون را می‌خواندند و در رکعت دوم سوره انسان، سوره هل اتی علی الانسان را می‌خواندند. و در روایت دیگری در طبری آمده که ایشان فرمودند و روایت از عبدالله ابن مسعود روایت شده که ایشان فرمودند کان یدیم ذلک، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به طور مداوم، به طور همیشه این کار را میکردند. و سری از این سر در این چه بوده که این 2 سوره را در این 2 رکعتی از نماز فجر میخواندند، همچنان که شیخ الاسلام ابن تیمیه بیان میکنند که چون روز جمعه روز است که در این روز قیامت قائم می شود و در این روز خلق آدم شده، حضرت آدم پیدا شده و در این روز روز محشر است و روز معاد است و این مطالب در این 2 سوره بیان شده، بیان روز محشر، بیان معاد، روز رستاخیز و همچنین بیان روز قیامت و احوال روز قیامت و همچنین بیان خلق آدم در این 2 سوره بیان شده. لذا به خاطر تذکیر مردم سنت است که در نماز فجر، در صبح فجر، در 2 رکعت فرض از او این 2 سوره خوانده شود، در رکعت اول سوره سجده و در رکعت دوم سوره انسان. و همچنین در نماز جمعه، در 2 رکعت نماز جمعه و همچنین در 2 رکعت نماز عیدین احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که ایشان در رکعت اول نماز جمعه و نماز عید سوره سبح اسم ربک الاعلی را می‌خواندند، سوره اعلی را، و در رکعت دوم سوره غاشیه را، هل اتاک حدیث الغاشیه. این 2 سوره را در 2 رکعت نماز عیدین، عید فطر و عید اضحی و همچنین در 2 رکعت نماز جمعه این 2 سوره را می‌خواندند. و این مطلب را امام مسلم و امام ابو داود و امام ترمذی از صحابی جلیل القدر نعمان بن بشیر روایت میکنند که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرأ فی العیدین و فی الجمعه بسبح اسم ربک الاعلی و هل اتاک حدیث الغاشیه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در 2 رکعت نماز عیدین، نماز عید و نماز عید فطر و نماز عید اضحی و همچنین در 2 رکعت نماز جمعه سوره سبح اسم ربک الاعلی را در رکعت اول و سوره هل اتاک حدیث الغاشیه را در رکعت دوم می‌خواندند. و در آخر روایت صحابی راوی نعمان بن بشیر میگه که و اذا اجتمع العیدین والجمعه فی یوم واحد یقرأ بهما فی الصلاتین، وقتی که نماز عید و نماز جمعه هر دو در یک روز جمع میشدن، یعنی مصادف میشد روز عید با روز جمعه، در هر دو نماز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این 2 سوره را میخواندند، هم در نماز عیدین و هم در نماز جمعه، ولو که در یک روز هم جمع میشدند. و همچنین خواندن سوره قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد در احادیث متعدد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که در چند نماز این 2 سوره را میخواندند. اول در 2 رکعت اخیر سوره نماز ویتر که در رکعت اولش سوره سبح اسم را میخواندند و در رکعت دومش قل یا ایها الکافرون و رکعت سوم قل هو الله احد. و همچنین در 2 رکعت نماز سنت فجر این 2 سوره را میخواندند، قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد. و همچنین در 2 رکعت طواف و همچنین در 2 رکعتی که بعد از بستن احرام خوانده می شود. این مطلب را امام مسلم در صحیح مسلم و امام احمد در مسند بیان میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این نمازها این سورت ها را میخواندند. پس تعیین سوره غیر از اینکه در سورت هایی که در نص آمده از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده، دیگر تعیین دیگر سورت ها در دیگر نمازها صحیح نیست. و در نمازهایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عادتا یا غالبا یا به طور دائم بعضی سورت ها را میخواندند، سنت است که انسان او در اون نمازها امون سورت ها را بخواند. و موضوع دیگری که مورد بحث ما در این قسمتی از برنامه این است که افضل و بهتر است که وقتی که انسان در نمازهای نفلی، در نمازهای شب، در نمازهای قیام اللیل قرائت میکند با تدبر بیشتر قرائت بکند و وقتی که آیه عذاب را میخواند
از عذاب خدا پناه بجوید و وقتی که آیات های رحمت به او میگذرد از رحمت خدا از الله متعال رحمتی از او را خواستگار باشد و همچنین وقتی که آیات های که ذکر جنت است از الله متعال سنت مستحب است که جنتی از او را بخواهد و آیات هایی که در عذاب است از عذاب خدا پناه بجوید. و این مطلب در حدیثی که اصحاب سنن او را روایت میکنند از صحابی جلیل القدر حضرت حذیفه رضی الله عنه که ایشان فرمودند صلیت مع النبی صلی الله علیه وسلم فما مرت به آیه رحمت الا وقف عندها یسأل. ما با رسول اکرم با همراه رسول اکرم صلی الله علیه و نماز خواندم، هیچ آیت رحمتی از ایشان نمیگذشت نمیخواندند مگر اینکه استاد میشدند، توقف میکردند و از الله متعال رحمتی از او را خواستگار میشدند. ولا آیت عذاب الا تعود منها، و همچنین هیچ آیت عذابی را نمیخواندند مگر یک توقف میکردند و از الله متعال از عذاب از او پناه میجویدند. و همچنین حدیث دیگری از عبدالرحمن ابن ابی لیلا روایت شده، امام احمد او را در مسند خود روایت میکند که عبدالرحمن ابن ابی لیلا از پدرش که ابو لیلا روایت میکند که ایشان فرمودند سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرأ فی صلاة لیس بفریضه. ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را شنیدم در نمازی که فرض نبود و در روایت های دیگه میگه که نماز شب بود، قیام اللیل بود، ایشان قرائت میکردند فما مر بذکر الجنة والنار فقال اعوذ بالله من النار ویل لاهل النار. هنگامی که با آیات های عذاب، با آیات های آتش و آیات های جهنم میگذشتند توقف میکردند و میگفتند که اعوذ بالله من النار، ای بار الها من از آتش جهنم به تو پناه میخواهم، ویل لاهل النار، هلاکت باد برای اهل نار. و همچنین امام نسائی و امام ابو داود از صحابی جلیل القدر عوف بن مالک روایت میکند که ایشان فرمودند قمت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى. من با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قیام کردم، شب زنده داری کردم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اولا استاد شدن، مسواک زدن و وضو کردن و بعد از او به نماز استاد شدن. فاستفتح البقره، با خواندن سوره بقره شروع کردن. لا يمر بآية رحمة الا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب الا وقف وتعوض. به هیچ آیه رحمتی نمیگذشتن، هیچ آیه رحمتی را نمیخواندن مگر توقف میکردن و از الله متعال رحمتی از او را خواستگار میشدن و هیچ آیه عذابی را نمیخواندن مگر اینکه توقف میکردن و از عذاب خدا با الله جل جلاله پناه میخواستند. پس سنت و مستحب این است که وقتی که انسان در نمازهای نفلی خصوصا در قیام اللیل و در نمازهای شب قرائت میکند، هر وقتی که او از با آیات‌های رحمت تیر می شود، از او آیات‌های می خواند که دو ذکر جنت و ذکر رحمت الله متعال است، باید توقف کند و از الله متعال جنتی از او را و رحمتی از او را خواهان شود. و وقتی که با آیات‌های عذاب میگذرد، آیات‌های می خواند که دو ذکر عذاب است، ذکر جهنم است و ذکر عذاب الله متعال است، استاد شود، توقف کند و از عذاب الله متعال پناه جوید. و حدیث اولی که از حذیفه بود عام بود، اما احادیث دیگری رو تخصیص می‌دهد. لذا علما قولشان این است که بهتر است که در نمازهای فرضی این کار را نکند و در نمازهای نفلی و خصوصا در نمازهای قیام اللیل این کار را انجام بدهد. دوستان عزیز، وقت برنامه ما در اینجا به پایان میرسد و با تا دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم و انشاءالله در قسمت آینده ادامه این مطلب را در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض میکنم و تا با او وقت الله حافظ و نگهبانتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.